شرکت وایت وی با توجه به سابقه و کارنامه درخشانش در حوزه سرمایه‌گذاری ملکی در استانبول، امکان بازدید برای مشتریان عزیزش از پروژه‌های ملکی دبی رو هم فراهم کرده. امروز میخوایم مزایای اصلی سرمایه‌گذاری در دبی و استانبول رو با همدیگه مرور کنیم. مزایای خرید ملک در دبی. شماره اول، بلافاصله بعد از خرید ملک به شما اقامت و همینطور اجازه کار داده میشه. شماره دو، 90% از افرادی که در دبی زندگی میکنن خارجی هستن، پس جای بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللیه. شماره سه، دبی قطب اقتصادی خاورمیانه است و سطح رفاه زندگی در اونجا بسیار بالاست. شماره 4، شما با خرید ملک به ارزش $205,000 میتونید اقامت 2 ساله قابل تمدید بگیرید و اگر بودجه‌تون بیشتر از این مبلغ بود، اقامت 5 ساله قابل تمدید. شماره 5، و اگر میزان سرمایه گذاریتون 2 میلیون درهم باشه، شما میتونید اقامت گلدن ویزا یا همون اقامت 10 ساله رو دریافت کنید. و اما مزایای خرید ملک در ترکیه. شماره اول، ترکیه قطب گردشگری خاورمیانه محسوب میشه و هر ساله شاهد سرمایه‌گذاری‌های کلان توسط اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، چینی‌ها و روس‌ها هستیم که به تبع باعث رشد مسکن هم میشه. شماره 2، شما با خرید هر گونه ملک با ارزش $400,000 میتونید شهروندی و پاسپورت کشور ترکیه رو دریافت کنید. و اگر بودجه شما کافی نبود، تنها با $75,000 میتونید اقامت 2 ساله قابل تمدید رو بگیرید. شماره 3، شما با خرید ملک از هر پروژه‌ای از زمین اون پروژه هم سهم خواهید داشت، چیزی که توی خیلی از کشورها امکان پذیر نیست.